سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم با هم بریم ببینیم که امنیت سایت وردپرسی دقیقا به چه صورته و اصلا چرا هک میشن و چطوری ما میتونیم افزایش سایتمون رو بالا ببریم و اوکی بکنیم سایتمون علاوه بر امنیتی. اول از همه ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو هم لایک بکنید. خب بریم سراغ این که چرا اصلا سایت های وردپرسی هک میشن. به خاطر اینکه وردپرس متن بازه، خب قاعدتا دسترسی به همه فایل و کدها برای هر کسی وجود داره و هر کسی میتونه حالا از اون کدها یک باگ رو در بیاره و راه نفوذش رو پیدا بکنه و وارد حالا سایت وردپرسی هر شخصی بشه. ولی خب وردپرس دائما و همیشه در حال آپدیت. شما اگر وارد گیت هاب بشیم، الان با هم مثلا وارد گیت هاب بشیم ببینیم که به چه صورته. وارد گیت هاب اگر بشیم، اینجا ما فکر میکنم باید وردپرس سرچ کنیم. وردپرس ببینید اینجا میزنه که این فایل ها کی آپدیت شدن. الان مثلا WP کانتنت و اینکلود 14 ساعت پیش آپدیت شدن، حالا توسط کسایی که منتشرش کردن. مثلا اینکه ببین جامعش این صورت 70 نفر دیگه هم باز اینور هستن، زیادن و آخرین آپدیت رو ایشون انجام دادن 14 ساعت پیش. و می‌بینید که مثلا فایل WP لاگین که باهاش هم کار داریم توی این ویدیو 2 ماه پیش آخرین بار آپدیت شده و تنها فایلی که فکر میکنم خیلی وقت آپدیت نشده یه دونه همین فایل ایندکس و بلاگ هدر. دیگه فایلی ما نداریم که اخیراً کامنت هم 2 سال پیش آپدیت شده. این اخیراً میشه همین کانتنت و اینکلود و wp-admin و readme.html. این فایل ها هستن که اخیراً آپدیت شدن و می‌بینید که وردپرس دائما در حال آپدیته. هیچ وقت این آپدیت استاپ نمی‌خوره، شده حتی یک خط کد هم حتی بهش اضافه میشه. حالا یه دلیل دیگه این که سایت های وردپرس هک میشن اینکه قالب و افزونه نال شده استفاده میکنن. از کجا پیدا میشه اصلا این افزونه و قالب های نال شده؟ حالا این روش هم بگیم دیگه. مثلا من سرچ میکنم دانلود المنتور کرک و میبینید که مثلا فری دانلودش اینجا اومده. مثلا پلاگین یا مثلا سایت ایرانی ما داریم راجع به همین موضوع که میاد به صورت رایگان المنتور پرو رو در اختیار ما قرار میده. کجا هست این که دانلودش؟ اینجاست. باکس دانلود، آره میاد اینجا قرار میده. حتی این فکر کنم فقط پلاگینه، یعنی بریم صفحه اصلی سایتش رو نگاه بکنیم. قالب هم حتی به صورت کرک قرار میده این سایت. خب یکی از روش‌هایی هستش که میشه در واقع سایت رو مورد اتک و هک قرار داد. وردپرس همیشه خوبه که دائما آپدیت باشه. الان مثلا ما یه سایتی لوکال هاستی رو انداخته بودیم و وارد بشیم، همونو ادمین بود با 1 تا 9 اگه حضور ذهن داشته باشم. آره خب مثلا بریم تو بروز رسانی ها ببینیم که چه خبره دقیقا. خب ما که داریم از آخرین نگار مثلا این افزونه آنتی اسپمه آپدیت داده. خب چه خوبه که آپدیت بکنیم همیشه افزونه و در واقع قالبامون و حتی مخصوصا خود وردپرس باید همیشه آپدیت بشه. ما چون داریم از آخرین نگارش وردپرس استفاده میکنیم دیگه کاری نداریم، فقط ما اینو میزنیم آپدیت بشه تا دیگه هیچ مشکلی هم نباشه. آره الان بروز رسانی تکمیل شد. فقط همیشه بهتره که یک بکاپی داشته باشه از سایتتون تا در واقع اون آپدیت ها اگه یک موقع یک آپدیتی باگ داشت دیگه ما حالا سایتمون نره رو هوا. در واقع حالا راجع به بکاپ هم همینجا صحبت می‌کنیم. و مورد آخر اینه که آقا شما دسترسی حالا نادرستی به یک کاربری میدیم. ما توی اگه افزودن کاربری رو اضافه بکنیم، مثلا اینجا کاری اصلا این نقش بای دیفالت ما که ادمین کامل سایت هستیم مدیر کلی. یه وقتی از شما یک نیروی رو برای سایتتون حالا استخدام میکنید، یکی از دوستان، آشنا یا هر کسی،
میاد بهش خب نقش مدیر کل میدین دیگه. مدیر کل دسترسی که شما دارید و اونم داره عملا، و هر کاری که بخواد میتونه با سایتتون انجام بده و شما هم مگر همون شخص باشه که متوجه بشید کار مونده. اگر مثلا یک سایتی باشه 4 نفر مدیر کلن، خب حالا باید بگردید اون 4 نفر پیدا کنید کار کی بوده. میتونیم بیاد حتی مثلا تو ویرایشگر پرونده پوسته اینجا کداتون رو دستکاری بکنید، کدای مربوط در واقع به قالب، حتی خود بازگشت شده حتی خود وردپرس هم میگه که آقا این مهمه و حواست باشه چیکار کنی. یکی از این کدا رو میاد این شیوه نامه که هیچی میاد مثلا توی سربرگ پوسته، یکی از این کدا رو تغییر میده تو قالب صفحه اصلی و مشکل ایجاد میکنه دیگه. خب حالا بریم که سایتمون رو امنیتش رو ببریم بالا، ببینیم که چه کارهایی میشه کرد. ما چند روز پیش توی حالا فکر می‌کنم چند تا ویدیو قبلی یک افزوده‌ای معرفی کردیم به نام AIOS که واسه امنیت سایتمون بود. ما اینو باز می‌کنیم. خب این که آمار کلی خودش میگه امنیتت انقدر اصلا هیچ. میریم داخل تنظیماتش ببینیم که چه گزینه‌هایی داریم، چه کارهایی میشه کرد. HD access فایل رو داریم. اینه که حتما باید بکاپ بگیرید که اگر یک موقعی فایل HD access رو این فایل یعنی در واقع این فایل اگر یک موقع به یک اروری خورد، مشکلی خورد، هک شد، بتونید اونو بازیابی بکنید. همیشه بکاپ داشته باشید خوبه. WP کانفیگ هم همین صورت. این کلا ما فایل هایی که خیلی برامون مهمه و همیشه باید ازش بکاپ داشته باشیم، یه دونه همین HD access، یک دونه WP تاش کانفیگ و بعضیا حالا WP تاش ادمین هم میگن خوبه که بگیریم WP تاش ادمین هم و کانتنت هم. این حالا سه چهار تا موردهای اصلی هستن که باید بکاپ داشته باشن حتما. ازشون اینا نباشن دیگه سایت کامل رو هواست. کانتنت که محتویاتون، حالا ادمین هم میام زیاد مهم نیست. ادمین شما حالا بحث اون پیشخوان و نصب سایت رو بای دیفالت هست دیگه روی وردپرس خالی هم زیاد مهم نیست. مهم اون چیزا شده WP داش کانتنت، HD access و WP داش کانفیگ، اینها مهمترین ها هستن. بریم گزینه بعدی ببینیم چی داریم. خب اینا مربوط به دیتابیس زیاد، حالا نگارش وردپرس، اینا هم ما زیاد باش کاری نداریم. درونریزی و برونریزی هم زیاد مهم نیست. تنظیمات پیشرفته، احراز هویت دو عاملی، شما با گوگل اتنتیکیت، گوگل اتنتیکیتور میتونید که دو عاملی رو سایتتون راه اندازی بکنی. حالا به علاوه اینکه اون یوزرنیم پسوردی که اول زدیم و میزنید، یه کدی هم برای موبایلتون میاد، اونم وارد میکنید و در واقع اوکی میشه. خیلی خوبه. بریم مثلا امنیت کاربر. خب یه نام کاربری ادمین، خب درست نیست دیگه برای ادمین. حالا یه یوزرنیم پسورد خیلی قوی تری باید بذاریم. پسورد حتما باید شامل حروف بزرگ و کوچیک، اعداد و کاراکترهای ویژه باشه. و بریم تو قفل ورود. آها خب ما توی این تنظیمات اگه ما این قفل ورود رو فعال بکنیم، میگه که آقا کاربر بعد از اینکه چند بار مثلا اگر اشتباه زد در واقع اون یوزرنیم پسورد رو دیگه نتونه لاگین بکنه، اون محدودش بکنه. مثل موبایل هست شما 3-4 بار رمز رو اشتباه میزنی میگه آقا 10 ثانیه دیگه امتحان کن، دوباره بعد 10 ثانیه 3-4 بار دیگه اشتباه میزنی میگه مثلا 10 دقیقه دیگه امتحان کن. و این همون سیستم در واقع و زیاد مورد خاصی نداره. خب بیرون کردن اجباری اینجوریه که شما برای یک بازه زمانی مشخصی که داخل سایت هستید، بعد از حالا اون تایمی که مشخص میکنید کاربر از سایت خارج میشه، در واقع لاگ اوت میکنه به صورت اتوماتیک. بای دیفالت روی 60 دقیقه یعنی یک ساعت. حالا هر موقع که شما اوکی باشید میتونید استفاده بکنید. میگه ما اینجا اطلاعات خاصی نداریم، چیز خاصی نداریم. میریم امنیت دیتابیسمون. ما اول اینکه نصب کنیم گفتم که آقا بیاد به جای اون WP آندرلاینه یه حرف دیگه بزنیم که مثلا من TP گذاشتم. این بحث امنیتی بود چون گفتیم بای دیفالت وردپرس توی دیتابیس WP آندرلاین هستش. الان که ما موقعی نصب TP آندرلاین گذاشتیم هیچ مشکلی نداریم. پشتیبانیگیری از پایگاه دادن حالا با افزونه انجام میدیم.
با همین افزونه آپدرافت پلاس که خودش هم حتی پیشنهاد داده. میریم سراغ امنیت فایلمون. فایلای readme.html و license.txt اینا خب توش چون نسخه های PHP و حالا یک سری از اطلاعات پنلمون توش هست، خوبه که از دسترس خارج بشه. ما فعالش میکنیم، گذاشته سیستم هاست، اگر اروری باشه توی ارور آندرلاین لاگ میاد واسمون، خوبه، اوکیه. این دسترسی برای اینه که نتونه کاربری ما رو از حالا سایت اون مطلبی رو کپی بکنه، بده اتفاقا کپی بکنه، به نفع خودمونه، مشکلی نداریم اتفاقا. آی فریم هم که حالا کاری نداریم، میریم درباره آتش یا همون فایروال. هم زیاد تنظیمات خاصی نمیخواد، یعنی به کارمون نمیاد در واقع، چرا حالا دروغ بگم. ما همینجور اینترنت هم داغون هستی بخوایم محدود بکنیم که داغون تره. خب بورت فورس، اگه میخوایم ویژگی صفحه ورود به این سیستم تقریبا این گزینه رو فعال بکنیم، ما حالا به صورت دستی انجام میدیم که نخوایم با افزون هم انجام بدیم. حالا خب تو اینجا عوض بکنید این مورد رو. حالا میریم بهتون میگم به چه صورت دقیقاً جلوگیری از بورت فورس بر اساس کوکی. بورت فورس چیه؟ بورت فورس یه اتکیه که میاد خیلی به صورت پشت سر هم یوزرنیم پسورد رو وارد کنه تا زمانی که یوزرنیم پسورد درست در بیاد تا بتونه وارد سایت بشه. برای همینه که ما از یوزرنیم و پسوردهای استفاده می‌کنیم که خیلی طولانی و حالا حروف بزرگ و کوچیک و ترکیبی و اینجور چیزا داره. تنظیمات کپچا داریم، میتونیم کپچا به صفحه‌مون اضافه بکنیم، مثلا من گوگل کپچا رو اضافه می‌کنم یا کلاد فلر، هیچ فرقی نمی‌کنه، یه سیمپل مچ اضافه می‌کنی، حرف ساده بشه. دیگه اینجا میتونیم مثلا صفحه ورود، صفحه ثبت نام، من صفحه ورود اضافه می‌کنم دیگه، همین. آره صفحه مثلا رمزم گم شده اضافه می‌کنم، ذخیره تنظیمات می‌کنم، تنظیمات تشخیص خطای 404. واسه آی پی آی که به حالا به صفحه 404 میرم میتونیم بزنیم ببینیم که دقیقاً چه کسایی هستن، کیا هستن و حالا مسدودشون بکنیم، چون بالاخره ما اگر حالا اون وارد چیز بشیم، آدرس لاگین اون رو عوض بکنیم، به یک جوره 404 میرسیم، میتونیم از اینجا متوجه بشیم. بریم جلوگیری از اسپم. به همه تنظیمات حالا امنیتیمون با افزونه است. حالا ما با AIOS داریم کارا رو انجام میدیم، شما میتونید با یه افزونه امنیتی دیگه هر چیزی مثل وردفرنس این کارو، حالا وردفنس این کارو در واقع انجام بدید. آره اسپم هایی که میاد و ما شناسایی بکنیم، اسپم هایی هم که میاد آره دیگه دور انداخته بشن، الکی سنگین نکنن. دیگه هیچ چیز دیگه ای نداریم که به کارمون بیاد. آره هنگام تغییر فایل ایمیل بفرست، چه صورت ابزار، نه زیاد چیز خاص دیگه ای نداریم. اصل کاری ها رو گفتیم. این هم همون رمزه با مصرفه، باید با همون گوگل آتیکیتور این حالا اسکنر رو وارد بکنید که اد بشه داخل در حال غیر فعاله. نسخه حرفه‌ایش هم مثلا لازم نیست، این AIOS همین نسخه کفایت میکنه، هیچ مشکلی هم نیست. و بریم واسه اون WP لاگینه. من الان بیام مثلا اینجا لاگ اوت بکنم یه دقیقه. خب بای دیفالت اینجا همیشه میزنید WP- یا ادمین یا لاگین. حالا من ادمین رو میزنم. خب این همون کپچا هست که اضافه شد. ما میخوایم این مسیر رو عوض بکنیم. چیکار میکنیم؟ وارد فایل رو میشیم، یه فایلی داریم اینجا WP- لاگین. من میام اینو تغییر میدم مثلا به اینتر. یه رفرش میکنم میگه که خب نات فاوند شد 404 داده. حالا من اینجا یه اینتر میزنم، میبینید که اومد ادمین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 منهای 1 هم 2 مرا به خاطر بسپار و ورود کن. خب اینجا وارد WP- لاگین میخواد بشه. حالا ما داخل کد هامون، داخل همون حالا اینجا هر چیزی که داخل تمامی فایل، هر چیزی که WP- لاگین هست باید به همون اینتر تغییر پیدا بکنه، هر اسم دیگه که شما گذاشتین. اینا همون لاگین بذارم.
کنتینیو، اینکه وارد شد. چون زمان بر هست این پروسه، من زیاد حالا نرفتم که اون WPTH لاگین رو تغییر بدم به این طرف. برای همین. و SSL هم باید برای سایتتون خوبه که داشته باشید داخل همون. حالا بای دیفالت الان جدیدن خود هاستا SSL رو بهتون میدن، یعنی هیچ نیازی نیستش که شما حرکت خاصی انجام بدید، ولی اگر 1% هم ندادن داخل همون پیشخوان حالا در واقع سی پنل یا دایرکت ادمینتون یا هر چیز دیگه ای گزینه SSL داره و از اونجا میتونید فعال بکنید، هیچ مشکلی نداره. این بود کلا راجع به امنیت وردپرس، که چطوری امنیت رو افزایش بدیم و کارهایی که میشه در واقع انجام داد. بازم میگم ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و چنل منم سابسکرایب بکنید. تا آموزش‌های دیگر بدرود.